به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ایسار عریضه مرد 33 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که 19 آگوست سال 2024 تقریبا ساعت 11:00 شخصان نامعلوم با مقصد تماجویی در حدود شهر ایسار او را با روی زوروری و تهدید کارد دستگیر نموده، دستان پایا و دهانش را با اسکاچ بسته او را به اتومبیل تمغه تویوتا پرادو مجبورا شنانده به جای بیهوده برده تقریبا تا ساعت 20:00 لطکوب نموده از جیبش 80 سامانی را تصرف نموده با تهدید کشتن از او طلب کردند که به آنها 50,000 سامانی دید. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که این جنایت مذکور را مرد 28 ساله ساکن شهر ایسار با مصلحت پیشکی با رفیقش جوان 23 ساله ساکن ناحیه یاوان صادر نمودند. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر کولوب با عریضه مرد 29 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 20 آگوست سال 2024 تقریبا ساعت 15:30 هنگام در شهر کولوب قرار داشتنش یک شخص به او ناشناس با کارد او را تهدید نموده از دستش یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ A32 و 3600 سامانی را تصرف نموده از جای حادثه غیب شده است. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معین کرده شد که این جنایت مذکور را مرد 30 ساله ساکن همین شهر صادر نموده است. نسبت گمان به شونده پرونده جنایتی با قسم 1 ماده 249 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.